اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الطور که هست مکی هست و هی 49 آیه 49 آیت است. و الطور و کتاب مستور. الله متعال و الطور قسم یاد میکنه به کوه طور. در قسمت قسم خود قسم خوردن که است، یکی قسم خالق است و یکی قسم مخلوق است. الله متعال وقتی قسم یاد میکنه به یک مخلوق، شرف از اون مخلوقه یا بزرگی از اون مخلوقه یا اهمیت از اون مخلوقه، بیان میکنه که پیش الله بسیار عزت داره یا کرامت داره، عزت داره، یک چیز بسیار مهم است. و الله متعال چون خالق کائنات است، به هر مخلوقی که خواسته باشه و به هر چیزی که خواسته باشه قسم یاد میکنه. گاهی به ذات خود قسم یاد میکنه، گاهی به پیغمبر، گاهی به قرآن، گاهی به بعضی مخلوقات دیگه خود. الله متعال چون حق از اوست، به هر چیزی که خواست قسم یاد میکنه. اما مخلوقی که قسم یاد میکنه، مخلوق انسان موحد و یکتا پرست و مسلمانی که به قرآن و سنت متمسک است، بازی حق نداره که بغیر از نام الله به چیز دیگه قسم یاد بکنه. چرا رسول الله میگه که من قسم، کسی که قسم خورد، کسی قسم میخوره بغیر از الله، این مرتکب چی میشه؟ مرتکب شرک میشه. و این علما میگن باز شرک اکبر نیست، شرک چی است؟ اصغر است، یعنی گناهش از گناه کبیره که بزرگ است، اما این خارج از دین نمیسازه. مردم از قسم یاد میکنه، میگه به سرت قسم است، این شرک است. لکن شرک اکبر نیست، شرک اصغر است. چرا شرک گفته؟ میگه به خاطر که گناهش از کبیره کدام خطرناک است، این شرک گفته. اما اصغر به خاطر از این گفته که این از ملت اسلام خارج نمیکنه، یعنی کافر نمیشه. مثل دیگه شرک ها واره، مثلا میگه به سرت قسم است، به پدرت قسم است، به مادر جانم قسم است، به پیر و پیغمبر قسم است، به مثلا و یار جان و به محمد صلی الله علیه و حتی به محمد صلی الله علیه و قسم خوردنی کلش در شرک داخل میشه. چرا؟ به غیر از الله هر کسی که بود، به ملائکه، به جبرائیل قسم است، به فلانی قسم است، نه، قسم فقط به نام الله میشه. و طوری، الله تعالی با عظمت خود بیان میکنه که قسم از به کوه طور، جایی که بالای موسی علیه السلام وحی نازل شده. و این بر ما و شما یک درس میته. ببینید که ما و شما مسلمان ها چون ایمان درست قبول داریم، حتی امو جایی که بالای موسی علیه السلام وحی یاد شده بر ما ادب از رو نشان میده که یک جای بسیار مقدس است، پاک است. اما متاسفانه یهودیا و نصرانیا به کعبه ما احترام قائل نیستن. حتی بعضی کسا در بعضی جایا به شکل کعبه و هتل جور میکنن و او را باز به خاطر توهین از این. ببینید بین تمدن حقیقی مسلمان ها و بین تخلف و عقب ماندگی از اونا، با داشتن طیاره و موتر کس متمدن نمیشه. انسان متمدن انسان است که به دیگران احترام درست داشته باشه. الله متعال در قرآن عظیم شان قسم یاد کرده به طور که جای نزول وحی است بالای موسی علیه السلام. و کتاب مستور، و الله یاد میکنه قسم به کتابی که نوشته شده است. کتاب نوشته شده. پس تمدن اسلام این سوره بیان میکنه که اسلام چقدر دین مدنیت است. سیویلایزیشن میگن در انگلیسی. سیویلایزیشن یعنی تمدن. اسلامیک سیویلایزیشن یعنی تمدن اسلامی. در اینجا این سوره میگه الله قسم یاد میکنه به جایگاه وحی پیغمبران موسی علیه السلام، کوه طور. ما باید بیادبی نمی کنیم، مکان پاک و مقدس است که الله به او قسم یاد کرد. و همچنان الله متعال قسم یاد میکنه به کتابی که نوشته شده هست. پس پیش الله نویسندگی و کتاب بسیار ارزش داره. ما هیچ کتابی را در نمیتیم، هیچ کتابی را توهین نمی کنیم، کتاب هیچ کسی را غرض نمیگیریم.
حتی کاغذ که در راه افتاده باشه نوشته باشه او را از زمین میبرداریم در جای گوشه میگذاریم. چرا الله قسم یاد کرده به چی؟ به کتابی که مستور سطر سطر نوشته شده هست. این تمدن اسلام نشان میده. فی رق منشور، رق ورق که ما به شما میگیم، نه، رق اصلا کلمه عربی هست که در کاغذ منشور نشر شده، گشاده شده. والبیت المعمور، و همچنان الله متعال قسم میکنه به خانه‌ای که آباد شده هست. پس اینجا بیت المعمور امو خانه‌ای که در آسمان است و محل طواف ملائکه هست، او را بیت المعمور میگه. ما و شما در اطراف کعبه طواف میکنیم و ملائکه در کجا؟ در بیت المعمور. و سقف المرفوع، و قسم است به این سقف مرفوع که آسمان بلند است. و البحر المسجور، و قسم است به بحری که این پر از آب است. این یقینا که عذاب ربک لواقع، عذاب پروردگار تو واقع شده نیست. ما له، نیست برمی عذاب الله، من دافع، هیچ دفع کننده و رد کننده. یوم، روز قیامت، روز است که تمور السماء مورا، تمور و حرکت میکنه السماء و آسمان، مورا به حرکت کردن. و تسیر الجبال، و سیر میکنه کوها، سیرن بروان شدن. آسمان حرکت میکنه، زمین، کوها حرکت میکنن. فویل یومئذ للمکذبین، پس هلاکت از در این روز برای تکذیب کننده ها، کسانی که قرآن نمیپذیرند و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیپذیرند. الذین، آن اشخاصی که هم آنان فی خوض یلعبون، در سخنهای بیهوده مشغول هستند و با این سخنهای بیهوده یلعبون، با هم بازی میکنن. یوم، روز قیامت، یدعون، به سختی فرستاده میشوند، تیله میشوند، برده میشوند، الی نار جهنم، به سوی نار جهنم، دعا، با بسیار سختی و بسیار فشار و با بسیار زور. هذه النار التي، الله متعال برشان میگه و یا ملائکی عذاب بر از اینا میگه که هذه النار التي، ای امو آتش است که کنتم بها تکذبون، به این تکذیب میکردین، سر قیامت رشخند میزدین، سر جنت رشخند میزدین، سر پل صراط رشخند میزدین، سر قنطره رشخند میزدین. از این خاطر بسیار احتیاط کنین که در مسائل اعتقادی مذاق نکنین. سر پل صراط، سر قنطره، جایی که محاسبه مخلوقات میشه، سر پیغمبر. بعض جوانا هستن متاسفانه کلمه علیه السلام تو بیارم نان علیه السلام، توهین است. سر حدیث رشخند میزنن، سر قرآن، سر گپا. بسیار انسان باید خصوصا سر قبر رشخندی کردن توجه است. بسیار باید انسان احتیاط کنه. چرا کسانی که کلمات زشت میگن الذین هم فی خوض یلعبون، در سخنای بیهوده، اینا به طرف دوزخ به زور کشانده میشن. هذه النار التي کنتم بها تکذبون، آتش است که شما به او تکذیب میکردین. افسحر هذا، ببینید سحر است یا براستی درتان میتن. امنتم لا تبصرون، ای که شما نمیبینین. اصلوها، برشان میگه داخل شوین دمی آتش دوزخ. فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرده بتانین یا صبر کرده نتانین. سواء علیکم، مساویس بر شما. انما یقینا که تجزون، جزا داده میشوین، عوضی داده میشه بر شما، ما کنتم تعملون، در مقابل آنچه که شما عمل میکردین. ان المتقین، یقینا انسانهای متقی، فی جنات، در باغها هستند، و نعیم، و در نعمتها هستند، فاکهین، در بسیار حالت خوشی و سرور و نعمتها می باشند، بما آتاهم ربهم، با آنچه که داده برایشان ربشان، و وقاهم، و وقایه می کند ایشان را ربهم، ربشان، عذاب الجحیم، از عذاب دوزخ. برشان میگه که کلوا بخورید و اشربوا و بنوشید، هنیئا، با بسیار خوشی و مزه و راحت،
بما کنتم تعملون، به سبب آنچه که شما اعمال شایسته میکردید. متکئین تکیه کنان می باشند علی سرر بر تخت ها و بالشت هایی که مصفوفه اما تو گسترانیده شده یا صف صف اما تو گذاشته شده هست. و زوجناهم و اینا را ازدواج میکنیم به حور عین، با حور جنت که عین چشمان بزرگ دارن. والذین و کسانی که آمنوا ایمان آوردن و تبعتهم و متابعت کرد از ایشان ذریتهم اولادهایشان به ایمان از اونا متابعت کردن. الحقنا بهم، اونا را هم به می جنتی ها چی میکنیم؟ ملحق میکنیم، اونا هم با اینا میپیوندن. الحقنا ملحق میکنیم بهم به می جنتی ها ذریتهم اولادهایشان را، اولادایی که در دینداری از والدین خود اطاعت کردن، نه در قومداری و رواجداری. و ما علتناهم من عملهم من شیء، و ما علتناهم و کم نمی کنیم از امی جنتی ها من عملهم از پاداش عملشان من شیء هیچ چیزی را. کل امرئ بما کسب رهین، در روز قیامت یک آیت بسیار سخت است، میگه هر شخص در روز قیامت با آنچه که خودش عمل کرده رهین گرو می باشه. شما اگر دمی توقیف خانه مرکزی برین، باز اونجا یک پرسان که تو را چرا آورد؟ میگه من کی صبر بودم. تو را چرا آورد؟ من دزدی کرده بودم. تو را چرا آورد؟ ما جنگ کردیم. پس هر کسی مرهون یا در گرو چی است؟ اما عملی که کرده. پس انسان کوشش کنه عملی بکنه که او عملش او را رسوا نسازه. از این آیت من بسیار میترسم خودم شخصا که میگه کل امرئ بما کسب رهین، هر کس از آنچه که میکنه با آنچه که کرده هست رهین در گروش می باشه. تو اینی کار کردی؟ برو در قطار اونو ایستاد شد. تو اینی کار کردی؟ برو در قطار از ایستاد شد. خطرناک است که یک وقتی یک نفر خوب کلمام خوانده باشه در روز قیامت از دستش بگیره برو که ابو جهل استاد شد. ما چی کردیم؟ ما خو نماز خواندیم. نه، تو بسیار عادتای ابو جهل داشتی. خطرناک است. و امددناهم بفاکهة و لحم مما یشتهون، و الله متعال میگه باز ما در پهلوی از این نعمتهای جنت بر از یا میرسانیم به فاکهة میوه های جدید و لحم و گوشت های تازه پخته شده مما یشتهون، از آن چیزی که اینا اشتها کنن. البته نیست که یک لحم یک قسم گوشت باشه، بلکه گوشت های مختلفی از هر کدام از که اشتها می داشته باشه. یتنازعون فیها کأسا، یتنازعون بازی میکنن یا دست به دست یکی دیگه میتن، فیها در می جنت کأسا همو گلاس های از شراب پاکه. اتو گلاس های میتن که لا لغو فیها، که در او لغو گفتن نمی باشه ولا تأثیم و گناه هم نمی باشه. در دنیا خو مردم که شراب میخوره بازم شراب خورا رو بینو دیگه شه باز داو میزنه ای خر و دیگهش میگه ای سگ ای بچه فلانی. یک روز یک شرابی بود اما تو در این موتر کتما سوار شده بود، سگ واره هر کس داو زده میره غو کده میره. آخر ما کسایی که توی کسافت سعی کن. الله متعال میگه در جنت باز لغو نیست ولا تأثیم و گناه هم نیست. چرا همی انسان‌های با شخصیت همی فکایای بیجا و خندای بیجا و مسخریای بیجا بدش میآید. در جنت که هست تو انسان در حالت فطرت بسیار عالی می باشه با شخصیت، ولو که از امو شراب پاک هم میخورن لکن در بین خوردن شراب لغویات و گناه ها و کارا را نمیکنن. و یطوف و در گرد از اینا یطوف علیهم طواف میکنن و میگردن گرد از اینا غلمان نوجوانان یا پسران نوجوانی که لهم اینا در خدمت از اینا هستن، مثل گارسون های هتل. در این هتل ها که هست اکثر هتل های لکس برین در افغانستان که هست نی گارسونش یک دانه کاکاگه که بعد قواره را میاره کالایش هم چرک اما هاوش هم کسایی کنی فکر میگی در یاوش کدام قطره عرقش هم ریخته دیگه برست. در اونجا که هست در هتل های لکس که بیری باز اما تو نوجوانای لکس میگیره، گارسون های بسیار خوب که در خدمت می باشن
و همون چیزی که درخواست میشه بازو چون جوان از عاجل حاضر میکنه و بسیار در خدمت خوب میباشه که انهم میگه این جوانا اتو میگه زیبا میباشن مثل لؤلؤ مکنون، مثل مرواریدها مکنون که در صدف بوده باشن. و اقبله و روی دور میتن بعضهم بعضی از جنتی ها علی بعض بر بعضی دیگر یتساءلون سوال میکنن شما کی هستین، از کدام منطقه بودین، در دنیا در کجا زندگی میکردین. قالوا انا كنا قبل فی اهلنا مشفقین، بازیا میگن ما بودیم قبلا در خانه خود مشفقین که بسیار میترسیدیم از عذاب الله. فمن الله علینا، پس منت گذاشت الله بالای ما و وقانا و ما را وقایه کرد عذاب السموم، از عذاب سموم امو هوای گرم خطرناک. انا كنا من قبل ندعوه، ما قبلا هم بودیم که عبادت میکردیم و دست دعا را فقط به الله بلند میکردیم. انه یقینا که الله متعال هو البر، بسیار ذات احسان کننده هست، الرحیم و مهربان است. فذکر، پس تو نصیحت کو ای دعوتگر مسلمان. فما انت بنعمت ربک، پس تو نیستی به نعمت و به فضل پروردگارت بکاهن، نه کاهن هستی و نه هم دیوانه هستی. یعنی ای دعوتگر مسلمان، همین قسم به پیغمبر گفته میشه تو نه اکستریمیست هستی، نه تروریست هستی، نه وهابیستی، نه فلان هستی، نه فلان هستی که اینا میگن. تو دعوت تبوک و بان که اصطلاحات غلطه که اینا استعمال میکنن کار از اونا هست. ام یقولون شاعر، یا ای که میگن که پیغمبر شاعر است. نتربص به، انتظار میکنیم به وی ریب المنون، از حوادث زمانه. قل تربصوا، برشان بگو که انتظار بکشین. فانی معکم، من هم همراه شما من المتربصین، از جمله کسانی هستم که در انتظار هستم. ام تأمرهم احلامهم بهذا، یا اینا را امر میکنه عقلایشان به این کار، عقل دارن این کار از عقلمندی میکنن، بیدینی میکنن. ام هم قوم طاغون، یا ای که اینا سرکش هستن، عقل خوی گپا نمیزنه. پس معلوم میشه که مردم های سرکش هستن. ام یقولون تقوله، یا ای قسم میگن که ای پیغمبر این سخنا را تو خودت ساختی. بل لا یؤمنون، بلکه اینا ایمان ندارن. خب اگر من پیغمبر هستم این گپا را ساختم، پس برشان بگو فلیأتوا بحدیث مثله، پس شما هم کدام سخن بیارین مثل قرآن. ان کانوا صادقین، اگر اینا راستگو هست، شما هم عرب هستین، فصاحت دارین، بلاغت دارین، شما هم بفرمایین مثل زیوار یک آیت، دو آیت، 5 آیت بیارین. ام خلقوا من غیر شیء، یا اوتو عقیده دارن که اینا خلق شدن بدون از چیزی، یعنی خالق نداره. ام هم الخالقون، یا تو میگن که نه خلق شدیم، خود ما خود خلق کردیم. ام خلق السماوات والارض، یا ای که اینا خلق کردن آسمان ها و زمین را. بل لا یقینون، بلکه اینا یقین ندارن. ام عندهم خزائن ربک، یا ای که پیش از اینا خزانه های رب تو هست، اینا کل چیز در نزدشان است، کتاب های آسمانی، ملائکه. ام هم المسیطرون، یا ای که اینها کدام سلطه و مسیطر هستند، مسلط هستند. ام لهم سلمون، یا ای گپا را یا به خاطر از این میزنن که اینا زینه دارن که دا آسمان بالا میگذارن، یستمعون فیه، مشنون آنچه که در آسمان چی میگذره. فلیأتی، پس بیاورد مستمعهم، اما کسی که چیز را شنیده، به سلطانی، ببین کدام دلیل آشکارا. ام له البنات، یا ای که اینا میگن که الله دخترها داره. و لکم البنون، باز شما پسران دارین. عجب. ام تسألهم اجرا، یا ای که مثلا دین قبول نمیکنن، میگه والا ای پیغمبر در مقابل ای درس خود پیسه میگیره، ما پیسه نداریم که حالا بریم در کورس خود داخل کنیم. ام تسألهم اجرا، تو از پیشان کدام پاداشی میگیری. فهم من مغرم مثقلون، اینا به خاطر خساره، همون مصرفی که هست، مغرم پولی که باید بتن یا خساری که باید تحویل بکنن، مثقلون سرشان سختی میشه. ام عندهم الغیب، یا ای که به نزد از اینا غیب است. فهم یکتبون، باز اینا از علم غیب باز اینا نوشته میکنن. ام یریدون کیدن، یا ای که اینا برنامه ریزی میکنن. فالذین کفروا، پس کسانی که کافر شدن،
هم المکیدون و همیشه دسیسه میکنن، برنامه ریزی میکنن، پروژه سازی میکنن. ام لهم اله غیر الله، یا ای که بر از اینا معبودی هست بغیر از الله. سبحان الله عما یشرکون، پاک است الله از آنچه که اون مخلوقات را که به او شریک میسازن. اینا الله متعال میگه وقتی اینا از عقل گپ میزنن بگوین کدام یکی از این دلایل شما دارین؟ چی دارین؟ کدام چیز از غیب در دستان است؟ خودتان خالق هستین یا بیخی سکولار بیدین هستین میگن هیچ خالق وجود نداره، یا میگن که آسمان و زمین خلق کردین؟ کلی دلایل برشان میگه. الله متعال میگه حالی که اینا هیچ دلیلی ندارن. و این یرو کسفا من السماء، و این یرو اگر ببینن کسفا من السماء ساقطا، یک پاری که از آسمان ساقط شده، یقولو میگوین سحاب مرکوم، ایخو ابر است که چی میگه قطع یا توتا رکام، امو یک پارچه کلانه میگن که میگه امو پارچه های ابر است که میگه فذرهم، پس بگذار اینا را حتی یلاقو، تا ای که ملاقات بکنن، یومهم الذی، او روزی را که در او یصعقون، بیهوش میشن. صاعقی خطرناک می و اینا را از بین میبرن. یوم لا یغنی، روزی که دفع نمیکنند عنهم از ایشان کیدهم، این مکر و برنامه ریزی و پروژه سازیشان، هیچ چیز، ولا هم ینصرون، و اینا نصرت هم نمیشن. و ان للذین ظلموا، و یقینا بر کسانی که ظلم کردن، عذابا دون ذالک، عذابی است بغیر ازی، یعنی دیگه عذاب ها هم هست. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لکن اکثریت از اینا علم ندارن. واصبر لحکم ربک، ای پیغمبر، ای دعوتگر اسلام، صبر بکو به حکم پروردگارت. فانک باعیننا، یقینا که تو تحت نظر ما هستی. و سبح، و تسبیح بگو، به حمد ربک، به حمد و ثنا و صفت ربت، حین تقوم، وقتی که برمیخیزی، یعنی هر لحظه‌ای که استاد میشی تسبیح بگو. از این خاطر علما میگن که وقتی مجلس خلاص میشه و یک کس میگه سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، این آیت سر خود تطبیق کرده. و من اللیل، و از طرف شب هم فسبحوا، چیکو تسبیح پروردگار بگو. و ادبار النجوم، و بعد از غیاب ستاره ها، ای هم در این وقت هم تسبیح بگو. یعنی انسان مسلمان 24 ساعت در ذکر و در تسبیح الله متعال چی می باشه؟ مشغول می باشه. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب الیک.